بسم الله الرحمن الرحیم. با نهایت سپاس و امتنان مراتب قدردانی عمیق خویش را از همکاری های صادقانه و انسان دوستانه موسعی محترم تعلیمی و خدمات اجتماعی مبلغ ابراز می دارم. همکاری های ارزشمند این نهاد در راستای حمایت از بیوه‌ها، یتیمان و خانواده های نیازمند گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات و بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد. بدون شک این گونه همکاری ها نشان دهنده تعهد، وجدان بیدار و احساس مسئولیت انسانی شما عزیزان است. ما اقدام که شما را ارج نهاد و از بارگاه خداوند متعال برایتان مزید توفیقات برکت در کارها و دوام این خدمات خیرخواهانه را استعداد داریم. امیدوارم این همکاری های نیکو در آینده نیز ادامه یافته و سبب لبخند بیشتری به لبان ایتام و نیازمندان گردد. با سپاس، دکتر محمد یوسف موسازی، رئیس مؤسسه خدماتی و صحی افغانستان زرین.